جوریش کنید اینقدر نمیشه. سلام دوستان، خیلی خوش اومدیم به ویدیو جدید. امروز اومدیم با بچه‌ها با دوستان عزیز درایو تورو مجموعه پرواز اومدیم یه صبحانه بزنیم. البته که ساعت نزدیک یکه ولی خب یکه آره ولی خب دیگه بده بکنیم ولی خب دیگه اومدیم دیگه. مهم اینه که بیای آدم دیگه دیر و زود نره. امروز در خدمت بچه‌ها یه آدمای بسیار جدید هستیم متشخص. اول از همه آقای شایان خادمی. الو بگید. ملقب به شایان ریچارد، مسلط بر زبان انگلیسی، آلمانی، دوج میخونه. دوج. خیلی مخلصیم. خیلی مخلصیم. نفر بعدی که دیگه آقای مهندس قلابی، میلاد قربانی. شما مهندس کوچیک شما هم من. آره عشق داداش. ملقب به تارگه ببر خسته. نفر بعدی بچه‌ها یه آدم به شدت جدیده، کلاهبردار عظیم، اختلاسگر ایلیا قاسم زاده که شما از لمینه میتونید بفهمید. سلام. ملقب به 3070. عاشق فسنجونه. عاشق فسنجون. آره. نفر بعدی هم که داداش بنده، سرباز، ایتینگ آش، شایان جعفری. داداش ما یعنی نیستی. داداش تنیه. داداش تنیه ما نیستی. عشق داداش تنیه ما نیستی. آقا نکن. آقا یه دقیقه وایس تو هم ویدیو. یه همین وایس. برام الان سوال پیش اومد. این مال کیه؟ این مال کیه؟ آقا ما الان نزدیک یه روبی هست تو این صفحه. داداش بزن من میخوام مارکتو خراب کنم. من الان یه روبی هست تو این صفحه. الان تو بلاگو بعد از اونجا که داری میری بعد بگی. بعد یهویی خوب بگی. انتقاد کنی بعد چرا بیابونه این کنار. داداش چرا ماشین جلومون سفیده؟ چرا ما کولر ماشینم از BMW کمتره؟ نه اصلا چرا ساعت 1 و 9 دقیقه است؟ چرا پشتون پراید؟ چرا اون ماشینه؟ کامرو. اصلا چرا مجموعه تنیس آقای ابراهیمی بعد اینجا باشه؟ من نمیدونم. ما مجموعه تنیس ما رو کجا داره؟ آبیلا تبلیغ میشه. اسپانسرمون نیستن. 337 ملقب به ایلیا. به نظرت میکنن تو پاچمون اینا؟ آره تا ته. به نظر خوشمزه است؟ خدا کنه اوملت داشت. اوملت همیشه خوشمزه است. اوملت بدمزه. آقا مگه میشه اوملت بدمزه باشه؟ یه دقیقه صبر کنید. شانیش هم منوش. مگه میشه اوملت بد باشه؟ منوش اونجاست. برو منوشو بزن. من نگاه کن میلاد. اوملت در هر وضعی هر کس به من بده من نظرم خوشمزه است. من میتونم شما رو با املت گول بزنم؟ شما منو با همه جوره میتونی گول بزنی مستری چه به نظر میکنن تو پاچمون؟ باجی اگه قهوه داشت چیکار کنیم؟ یه دقیقه ساکت باش. سیگنچره اسمش؟ شام قهوه خب معلومه داره که داداش. اگه قهوه داشت من آیس لاته‌شو میخورم. آقا منم کرمل ماکیاتو میخورم. چی؟ کرمل ماکیاتو داخلش چی داره؟ شیر بر وزنه؟ سیر تیر پیر میر دست گذاشتی رو یکی از پرقافیه در این چیزای کلمه‌های مثلا سوهشی مثلا خیر مستری چه داخل این ویدیو نمیخواد برام آلمانی صحبت کنی؟ پیر با اون موسیقی Ich mache Deutsch. دیر سلام چی میشه؟ زیر آلو حالا؟ ریر آقا شایانا کارشون درسته. بابا باریکلا شایانا باریکلا. شما بخشیدی لاس بزن. به نظرت ایلیا به نظرت تو میخوای حساب کنی؟ آقا وایسا آقا نمیخواد. ولی ما گفتیم خودت حساب کن. حساب آقا من میدونم چی میخواد حساب کنی. بیا میدونی تو خودت هم میدونی میلاد. باریکلا من چشای رئیسی دارم میخونم میلاد میخواد حساب کنه. آقا رئیس ناگو چشاش دارم میخونم داره میگه میلاد میخواد حسابتون کنه. آقا من میلاد با من معرفته. از دیشب یه خواب دیدم یکی میخواد برام حساب کنه. من بگو کیه؟ آره برو یه مرد بزرگ. متنفرم از من از شما میپرسم. نه من از شما میپرسم. خمینی شریعان پولار نیستن همش؟ خیلی تازه اگه آقا اصلا من یه سوال دارم از بچه‌هایی که دارن این ویدیو رو میبینن. به نظر شما این شخص خمینی شریعه یا نه؟ بچه‌ها آلمان هستن. من مال ناف تهرانم. ناف تهران ها؟ ناف تهران کدوم منطقه شما با انسان اشتباهی در تماس. ولی قیمت نداره این ترسناکه.
آقا تو چرا اینقدر میترسی؟ آفرش میشه حاجی خسان اگه شد نفرید 500,000 تومن مینا منیو شایان منوش اونجا سر قیمت نزدن ترساکه عجیبه سر و تهش اندازه قد میلاد بود آقا سرش یا تش؟ سر و تهش کسام میلاد سر تهش نشونم میدی؟ قسمت نوکو میگن سرش که میشه اینجا آقای مهندس زشت چیز نه ماشینو میگی این اونجا آقا یه سوال دارم اگر مثلا کسی میخواد از خرید بکنه ولی ماشین اشتاش باید چیکار کنه زیر 300,000 تومان چیز نره آقا بکش ببینم جون شایان اگه گوه میخوری املت تو با مویتو فقط این دو تا مهمه داش این ما املت نداره ایلیا قصد برو تو غذای اصلی املت غذای اصلی حساب میشه ساندویچ برو آقا داریم باخ میدیم همینو بریم آقا خونه من برات تو املت درست کنم داش همه غذا اصلی من استیکه کس گفتم عزیز من برو ساندویچ آقا همینو بریم خونه من برات تو املت درست کنم بریم باخ میدیم نه خیلی ما اومدیم دیگه همه را دیگه عزیزم ایلیا داش قربونت بشم 700,000 تومن 700,000 تومن من جدی ندارم مهندس قلابی این همه خونه میسازیم میخواد پول بکنید تو کجا آقا برید تو کامنت ها برادر اونه که خرج نمیکنه پولدار میشه دادا محیطو خالی که نمیشه خورد محیطو املتو پیدا کن آقا چرا مساحت نخوریم حتما این سیگنچر هستم شاید یه کافه دیگه باشه دادا این کافه درایو توروه کس عزیزم نگو کافه دیگه سری کافه ریباسه این خصوصا اینجا سیگنچر اصلا یارو چجوری میتونه قرمه سبزی دیره تا حالا ریباس خوردی؟ بله یه دقیقه فکر میخواد بره جلو برو بالکنش سریع اسکن کن یه جوری برو میدم همینجا وایس همینجا وایس همینجا وایس پشت این خیلی بد آمدم من بیا دادا برام نرو نکن آقا نکن این کار رو نکن این کار رو ببین کارشو شایان داموسا بارکدش یه جوری اسکن کن آقا خدا وکیلی اینا از چی میترسن نکن کس تو وقتی یه آدم ریچ مثل من هست آقا چه بی تربیتی شما پشت ماکانه وایزان ما اینجوری اومدیم مثل خزا اومدیم اینجا وایسادیم برادر جان من پانیتا یه تو باش باشه آقا ماشین تو هم مشکیه مگه مشکی بودن ملاک ماشینه خونه اینا نوشیدنیاش چیه چیکار می‌کنی ما محیطو نداره من کافه تو بیا اینجا تو اینجا تو برای چی داری اینقدر نظر میدی آقا یه دقیقه صبر کن این مال کی این مال کی آره حاجی باید به اون بابا چرا تو به حرف من گوش نمیدین خب نرو جلوی واسه پنجره رو وا کنه وا نمیکنه که سامان وا نمیکنه بزن بهش پرشم داره تازه با دست صحبت میکنه باش فکر کنم یه ماشین داره خبریه آقا بزن به در ایلی بگی آقا بزن به در خب ما نمیتونیم بریم برگردیم بریم تو صف بعد دوباره بریم تو صف ایدیو نه ناموسم بزن به در واسیه I am hungry نه آقا برو آقا بزن به پنجره باز میکنه بیا میتونیم بریم پشت پرشو نه آقا بیا برو این باز نمیکنه سلام میشنوه به خانم بگو خانم سلام بله خانم چیکار باید بکنیم الان بله الان میتونم باش بدم میگن در بزن جواب بدن آقا من میگم در بزنیم ازش فوقش در میاره میخوریم دیگه آ نه چون تو بگی باگانی 5 تا املت داریم 5 تا املت با 5 تا پومویتو 5 تا املت 5 تا بدم چی شد مثل سیام چقدر شد 1400 خانم با دقت توش پنیر پیتزا میذاره تو خبری نیست سیام مزه کنه تو باشه آره چه از آن بپرسیم هی خدایا نراق کنسل پول نه همین میاد تو خمینی شهر ارزون‌تر با اون حساب نمیشه با همینم میومد خونه ما یه چیز دیگه هم بهتون میدادم بخورید چی مثلا باسن میشه دماغ من نگیری مثل چه نظر تو چیه من ریچارد نیستم من ببر خسته بودم آقا تو از من چرا آقا میشه من فیلم بگیری تو منم باشم تو این ولاگ به نظر من که اصلا هم خیلی هم به نظر قیمتش مناسب بود به حال ما به حال اینا به حال ویکندمونه دیگه میدونیم ویکنده کی پولشو داد سامان داری اینجوری لاتی پر می‌کنی برادر آقا سامان برادر من پول داده که دارم لاتیشو پر میکنم من برادرت هم نیستم چه مثل برادرت آقا تو چرا داری از پشت سرم میگیری شاید پستی خوبی داری هاشم اگه پلاک پورشه رو نباشه چی آقا به نظر ما میخوایم جای کات بدیم تا وقتی که آماده بشه به نظر من آماده شده بهمون نمیگن آماده شد میخوام سورپرایز بکنم 1.5 پول ندی
چند؟ بده با کوچ یا سرتو بکن بده برای سیدا. بگو این پایینش خوب بپزن بس آقا هست بده بگو خوب بپزنش بگو بگم امید تو ماچیشو بگو لیمو سبز بزن رو میز به پنجره رو گاز بدم بگم بس من گوشو سند نداریم سندی که ثابت کنه که مال خودش نیست نداره ایلیا جان بگیر تو مساحتو بیا مساحتو مساحت اولی مساحت اینشتین اون سبزایی که نخوردن رو تنده کرده. اینا خفه شو اون سبزایی نخوردن رو رنده با دندون جویدنش ریختن تو. خفه شو این کرانچی ها. میلاد برو اونا رو بخور. آقا اینا چرا موهیتو دارن مساحتو ندارن این جواب من باش مساحت نخوردن. وای کوچیکه که برای چی زنم بچه تو برای این ندی اوه تانک یو بچه نون پنیر نظری از این بزرگتر نیست. خفه شو بدن جنتو بذار شیشه رو بدیم بالا خرج. بگیر من نمیتونم دهندم بنده آقا دید داریم فیلم میگیریم که گیر نده سس داره توش بگیر خو اینم هاو چند بده پایین آقا مرسی خب دست می‌دارم بچه‌ها شاید پیاده شیم. ما 55 سامان جان داداش جدی داری میگی؟ درایو توری همه. خب دوستان ما گرفتیم اومدیم اینجا اش بذار داریم فیلم میگیریم دیگه بخورم گشنه بعد دیگه 5 تا املت گرفتیم با 5 تا مویتو همیشه ماشینتون رو جوری تربیت کنید براتون غذا بگرده. آره دیگه حالا اومدیم بخوریم دیگه حالا بذار بچه‌ها بخورن بخور مویتوش چجوری به نظره نخوردم خب بخور دیگه دو تا لقمه داره داخلش واه دو تا داره یه لقمه است خمش. آقا یعنی ما سود کردیم یعنی الان سودیم اینجا سودی کنیم نون تورتیلا هست. آقا همش مال خودت مرد حسابی من از این نون پنیر سبزی مامان بزرگم میده. محیطش. چطوره محیطش ناموسن چطوره خوبه یا بده تو رو ناموست راست میتونم میگی. فوش بدم. اشتباه من نکن بگی سامان. تخمی. نه تو رو کنم واقعا. من بگی سامان. عالیه همش بزن عالیه. آره محیطا مانه. آقا ایلی میلاد املت همش چطور بزن. ایلی املت من هم زدهشو خوردم. املت چطور ایلی خدا وکیلی دارین کی تو رو ناموست داری راست میگی نه تو رو ناموست داش مردم دارن ویدیو رو میبینن بعد قضاوت میکنن بعد میخوان هزینه کنن. میخوان هزینه کنن خیلی خوبه ببینن عالیه. برای محیطو مراجعه همش بزنی محیطش عالیه. آجی عجب روخی داره دلم خواست ناموسن خوبه خوردی ازش آره خودم داغی خوشمزه است ولی خب 143 تومن نمیارزه. چقدر میاد بجا 100 تومن. عمرتش خوشمزه است واقعا ولی 143 تومن نمیارزه یعنی به فقط پول کلاس و پول مکان و پول خداییش ماشین راست میگی ماشینش از خودمون بود. آره خداییش کارتش از خودمون. خداییش راست بنزین زدیم تازه پولم میگیرن ازم. ولی کیفیت غذاش واقعا عالیه محیطش خوشمزه است واقعا کیفیتشون واقعا فوق العاده است ولی این دیگه در این حد دیگه نمیارزه آره کدومشون نمیفهم مهندس قبول داری؟ مهندس کیه آقای مربی ام محیطش خوب نبود. محیطش یکم ترش بود ولی نه اصلا خب محیطش من دوست نداشتم. چه عجب ساندویچ ورقیه سس تنده. گلوریای چی خیلی خوبه. حاجی ناموسن خوشمزه است املتش ولی نمیارزه. املت کلا نمیارزه باش خرج کنی. فقط پول بده. ایلیا ناموسن املتش خوشمزه است حرف نداره جدی حرف نداره خیلی خوشمزه است بابا شو چرا اینقدر دست با چلوفتی؟ وای آقا جان چیکار میکنن بیان اینجا بخواین تو کار بیافید حاجی خیلی املتش خوبه ناموسن شوشم داره حال میاد ولی قیمتش خدایی سام حتی چیزش هم خوبه. دقیقاً مخصوص کسایی بود تو پروژه داشتن. اینو دید دوقانش. با لباست خودش آیا؟ مستقیم خون باید بخوره ریدی تو تیم خب چی کار ریدی تو کنم استایل، من نه حتما سوس ریختی سس بر وزنه ماده خوراکی. چیز دیگه بزنم نمیدونم
این الان فقط املت به ذهنش میرسه. آقا میرم شما ممنوع تصویره بیارید من بخواد کار بیارم. حاجی خیلی ورقه. تو رو ناموس فقط یه اصفهانی میتونه ماشین ایکسپور باشه و کولر نزنه بخاطر از کجا مطمئنی کولر نداره؟ چون شیشه‌اش پایین. شاید دوست داشت هوای گرم. منظور مهندس. نه اون تو چیزا املت بکنم. شما همیشه به چیزای غیر ممکن فکر می‌کنید و ممکن میشه. آقا اینا پیکش اصلا به گوشیش نمیخواد. با 13 داشت با موتور 120. من با تو اونجا حرف می‌زنم. یه می‌بینی بده بالا. حاجی سسش هم خیلی خوبه. گلوریاست. دروغ میگه گلوریان. گلوریا هارد. گلوریا اینترتینمنت. گلوری اینترتینمنت با افتخار تقدیم می‌کنم. املتی که خودم درست می‌کنم این خوشمزه‌ترینه. جدی یا تنها املتیه که دیدم میتونه با املت‌های خودم رقابت کنه. املت من خیلی بهتره. بعد از همه چی بهتر میدونی چیه؟ نونش خیلی خوبه. نونش اون زیر داره خیلی ریز. نونش فوق‌العاده است. لایی میکشه. ریحونش چی؟ ریحونه که روزی داره یه کارایی می‌کنه. آفرین. اینو زشت. ریحونش چوسیه بیشتر. ببین نونش نمیدونم دست سازه یا نه. اصلا با پا نمیسازن. فکر کنم دستساز باشه. ولی من چیزی که دیدم تا حالا اینا رو وقتی ساندویچ میکنن دوباره یه طرفش توست میکنن. آره اینا. این خیلی تکسچرش رو باحال میکنه. همه چیش به اندازه است. عقدی گفتن همه چی خونگیش می‌کنه. ولی تو بخور. چه ربطی داشت؟ چقدر محیطش زیاده. بعد محیطو ضبط در مساحت کنی که خوب بشه. چه ربطی داره؟ آقا یه چیزی میخوام بگم اصلا کلا ببینم تا همه حرفایی که زدم محیطش خیلی خوشمزه است ولی انگار دارم چمن میخورم. آقا به نظر من بریم برای نمره دادن. اول از همه مستر ریچارد مستر ریچارد نظر شما چیه؟ امتیاز چند میدی؟ اول از همه محیطو. والا محیطش که به نظر اوکی می اومد. ببین اینا رو در صورتی میگم که قیمتش بصرفه. اگه قیمتش میصرفید محیطو 9 از 10 املت 10 از 10. خداییش. محیطو دلو میزنه. یعنی محیطو هم تو دوست داشتی پس؟ محیطو هم اوکی. اگه با محیطو خالی شاید یکم چیز باشه ولی یکم بزنه ولی شایان تو چند میدی نمره؟ محیطو 6 بعد رو باشی. املت 9. تا اینا بعد رو باشی. املت رو تو چند میدی؟ بنده اگه بخوام به محیطو بدم 6 املتش 9 ولی نونش 10 بود کلا. بعد نسبت به قیمت اگه میصرفی 12 بودم چی. خداییش. تو سر ماشین بردار آقا اینا رو بردار. آقا من میگم این کلاهبرداره بعد شما میگین نه. کلاهبردار دی صف پمپ بنزین خلوت ما رو ول کرد اومد تو صف پمپ بنزین. از ناکجاواد یه کویک پیدا شد. من نمیدونم از کجا میان اینا. تو صف نونوایی هم اینجوری میشم. خب دوستان این کلاهبردار بنزین رو زد. حالا ببینیم من و ایریا چه نمره میدیم. میشه قبل آقای قاسم سلفی آقای قاسمانش عزیز چه نمره میدی؟ نمره قطعا من به املت که نمره پایین نمیدم. قطعا 10 میدم. این املت که خیلی هم خوشمزه بود به شدت. تایید. و محیطو هم از اونجایی که زیاد بود سبزیش زیاد بود یه ذره میزد دیگه از نظر من نمرش 5 میدم به محیطش 5. به سبزی نعناش زیاد بود. نعناش زیاد بود. آره. سبزی زشته. سبزی اینم سبزی یعنی حساب میشه. تو در نظر بگی چقدر زیاد بوده که من دارمش میگم سبزی. باری کلا اینم قوی بود. من به چقدر نمره میتونه دهی و مثلا تفسیر مهندس ایلیا 10 از 10 بابا چقدر تو میلاد واقعا آدم خیمه ای هستی. ببخشید. مهندس در تو ببر. و از همه مهمتر من اگه شما هم نمره این بود این گستاخا رو نگاه کنی. چیکار کنی؟ ببینین دوستان یه دقیقه ساکت شو شان. ببینین املتش از 10 من دم. حالا چرا؟ 1 نونش به شدت خوب بود. پرفکت. نونش عالی بود و واقعا آره زیر دهنت آب میشد. یعنی زیاد تو نونه رو حس نمی‌کردی ولی خب حسش هم می‌کردی. اونجوری نبود که مثلا بگی نون نداره. املتش هم به شدت خوب بود. همه چیز اوکی، نمکش اینا همه چیز عالی. سبزی هم داخلش زیاد نریخته بود که دلو بزنه، کم زده بود داخلش، خوب بود.
من 10 از 10 میدم به املتش، ولی موهیتوش نعنا زیاد داشت. اما 5 خورد. آره من همون 5 بهش میدم. آره دیگه به موهیتوش 5 میدم، به املتش هم 10. آره ولی خب در کل خیلی خوب بود، بهم چسبید. میانگین نمرات چند شد مهندس از بین ما 5 تا؟ میانگین نمرات که فکر کنم املتش شد 10 9 و 9. من 9 دادم املت. 9 شد. موهیتو هم فکر کنم شد 6 5. من 6 دادم. شما چند دادی؟ من 9 دادم. این افغانی 9 داد. خوشمزه بود. مهندس میشه این قسمت نجات پرستانه رو خوردن ایول. چه دیسلایک ربطی داشت؟ این خمینی شهری 9 داد. آفرین. خب بعد رسیم به مشتن ولی خب دیگه آره دیگه این بود دیگه. حالا بریم در ادامه مسیر، اگه چیزی بود بهتون میدیم، نشون میدیم. یه چیزی هم اگه بخوام آره. مثلا سیر و استیک بخوام ولی بخورم دیگه در نشون کل نمیدیم. دوستان به کسی نگین، رفت تو پاچمون. آره تا دسته. تا دست تا اینجا رفت. کجا؟ کجا؟ نه تو این فیلم مشخصه، شما بعد فیلم مشاهده مشخص، شما بعداً ببینید. لایک هم یادتون نره، کامنت هم سیمون بیزو بیزو بیزو. اچه صاف کنید. بذار فرشای ساینم برو. فرشا سن چه خرید. باریکلا تو ویدیو شغل اسکی آقا هنوز ویدیو رو ما شروع نکردیم، دراما درست می‌کنی. او اینجا رو کات کن. بچه‌ها زنگوله هم تق بزنید. اینجا برو. آقا من میگم زنگوله رو بندازیمش ای بابا. تو. ما هم یه میلاد اینجا داریم، زنگوله هم کنیم تو میلاد قربانی. خدا نگهدار.